ها؟ what the fuck؟ چیه؟ کیو بزن؟ ها؟ این چه باگیه؟ یعنی چی؟ اما درود عرض ادب بر شما عزیزان دل، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز قراره که بریم یه ویلیجر تریدی یا یه ویلیجر بریدر هم بسازیم و خونه رو هم تکمیل کنیم و یه جام احتمالا پارتی برای ویلیجر بابا ریدم دوباره یه جا برای ویلیجر تریدینگ هم بسازیم. پس اگه به سری های سروایول علاقه داری ویدیو رو باید پیشنهاد میکنم. پیشنهاد میکنم. پس میگه معطلی بریم سراغ ویدیو. خب تا اینجا من هیچ کاری نکردم تقریبا، فقط نوت درخت کندم و همین. یه دونه اینم چیزی کردم. آره دیگه همون اسمش و اول بریم سراغ ویلیج. آره و میخواستم یکم با تو صحبت کنم که نمیدونم چرا ولی هر آدمی یه مشکلی داره داخل زندگیش. مشکل منم این بود که میخواستم یوتیوب رو شروع کنم ولی هر بهونه‌ای که میتونستم میآوردم، مثلا که منو مسخره کنن و اینا فلان. ولی بعدم گفتم اگه میخوام مسخره کنن که خودشون مسخرن که میخوام منو مسخره کنن، میدونی؟ پس بعد این دلیل های زیاد بهم آوردم، بعدش دلیلی نداشتم که بیارم. بعد گفتم به خیال شو بریم سراغ یوتیوب و یوتیوب رو شروع کنیم با هم. اشغال اینم دوتا بچه اینا رو آره بداریم اینجا دام انداختیم. و اینم بگم اگه میخوای یوتیوب رو شروع کنی اصلا بیدرنگ همین الان یه دونه ویدیوی معمولی بساز برو شروع کن. چه اشکالی داره؟ ویو هم بخوره خورده. 10 تا ویو 12 تا ویو کم نیست. تو فکر کن مثلا 12 نفر از خانوادت یه ویدیو نگاه کنن، کمه به نظره؟ بعد همون مقدار تعداد بازدیدی که مثلا داخل همون ویدیو خوردی زیاد، هر روز زیادتر بشه، به آدم چه حسالی میده؟ اون آدم آره دیگه معروفه دیگه. مثلا خودم معروفم، یه ویدیو گذاشتم 113 نفر بازدید خورد. یعنی اون روز پشمام ریخته بود. انا ببین سرون نداره، پشمام ریخته بود. بهتون پیشنهاد میکنم اگه میخواید یوتیوبر بشید از همین الان شروع کنید و برید یاد بگیرید که چی کارا باید بکنید که ویو بگیرید. مثلا تایتل خوب، ادیت خوب. البته ادیت که من بلد نیستم ولی خوب ادیت خوب اینا. بعد چه کانتنتی بسازید و چه موضوع ویدیویی اینا. آره دیگه بس اینا. بریم از سراغ کار اصلیمون. کجا بسازیم؟ والله من لازم داخل این کوه بسازیم، بعد از اونجا بیفتم پایین برن این ور و اونجا تریدینگ حال باشه. خیلی خوب میشه، خیلی هم جای خوبی هم هست. خب بیا بیرون کوز کله که چد دمو کنده بچه کی بودی تو؟ بنز پایم ببینه. یکی هم سوار کرد همراه خودش. هرچی بیشتر بهتر. بودو بیا بودو. بعد بدون ریسورس پک بیشتر اف پی اس میگیرم تا با ریسورس پک. این منطق ماینکرافت داشت. بله خب چند در چند باید فارمه باشه؟ اصلا یادم رفته کلا. اصلا کار میکنه فعلا؟ فکر نکنم کار بکنه ولی میسازی. بالا سعیمونو بکنیم. ببین
برای من ولی یه موضوعی هست که باید بریم داخل توضیح بدم. خب و توضیح بدم که چطور کار میکنه که نمیدونم. در ورودی هم نداره چون آیرو میخواد. بعد باید بپریم داخلش. ببینید اینا البته یه دونش اضافه است. خب اینا میان اینجا باید یه محصولی باشه که اینا هم بتونن برداشت کنن، هم بخورن، هم دیگه رو آره. بعد اینا وقتی که هم دیگه رو آره، مشکل ما چیه؟ ما اینه که هویج نداریم. و اینو من الان فهمیدم. آره این ویلیجم کلن هویج نداشت، کلن فارمینگ نداشت. نمیدونم ولی اشکال نداره، این همینجا اینطوری میمونه تا زمانی که بتونیم یه هویج پیدا کنیم و تا اون موقع ما هم بریم بیس رو کامل تکمیل کنیم. داخلش رو باید پنجره ها اینا رو آره. وقتی که با یک گوشی زبرتی و زغالی دارم 3 کار رو انجام میدم که هم لگه، هم ادیتش رو باش میزنم، هم کیبورد وصل کردم، کیبوردم هم زغالیه. خب اگه میبینید کلا کیفیت مثل کیفیت های یوتیوبر دیگه ای نیست، واقعا دست خودم نیست، معذرت میخوام، ببخشید. بازم سعی میکنم رفته پیشرفت کنم و به راهم ادامه بدم. همین. و زیاد حرف نزنیم، حوصلتون سر نره، بریم سراغ اصل کاری هم که بریم متریال رو جمع کنیم بعد بریم بسازیم. ها؟ What the fuck؟ چیه؟ چی بازم؟ ها؟ این چه باگیه؟ یعنی چی؟ آی خب تقریبا میشه گفت بیسه رو کامل کردیم تقریبا، چون بدروم میخواد که طبقه بالا قراره بسازم، بعد آیتم هایی میخواد که فعلا نمیتونم جور کنم با این وسایل ها و باید آدم برم بگردم که حوصلش کجا بود و همین دیگه که یه کمی جزئیات اضافه کردم، مثلا این اون او همین تا اینجا همین بود. بعد یه موضوع آخرم بود درباره این گل. خب تقدیم گل به گل. ممنون جیگرای عزیز من که میدونی نگاه کردید. امیدوارم که میدونی بهتر از قبل بوده باشه
و کمی سرگرم کننده باشه براتون و تا همین دیگه، تا یه ویدیوی دیگه و درودی دیگر، بدرود.